رنگ کرم پودر شما باید با رنگ اطراف گردن و خط چانه هماهنگ باشد. هماهنگ کردن کرم پودر با رنگ صورت بسیار مهم است. هرچه رنگ کرم پودر طبیعی‌تر باشد، هماهنگی بیشتر است. برای تعیین کردن رنگ کرم پودر صحیح صورتتان، مقداری از کرم پودر رنگ روشن را در کنار صورت امتحان کنید. در اطراف چانه کرم را پخش کنید و سپس با ناحیه گردن آن را مقایسه کنید. زمانی که شما رنگ مناسب صورتتان را پیدا کردید، مقدار کمی از آن را به پیشانی، گونه‌ها و چانه‌تان بمالید. استفاده زیاد چهره طبیعی شما را ماسک‌گونه نمایش می‌دهد. اگر نیاز به پوشش بیشتر کرم در صورت دارید، می توانید همیشه این کار را انجام دهید. کرم پودر را توسط یک تکه ابر در صورتتان پخش کنید. با تکه های ابر می توانید کرم را یک دست کنید. ابر چندین لبه برای یک دست کردن کرم در صورت دارد. از این لبه ها برای مخلوط کردن کرم پودر استفاده کنید تا کرم محو شود. برای اجتناب از خط ناخوشایند بین پوست و آرایشتان، کرم پودر را در زیر چانه و پایین خط گردنتان با یک اسفنج تمیز یک دست کنید. در پایان برای تثبیت کردن آرایش صورت به تمامی چهره‌تان پودر بزنید تا براق، زیبا و صاف جلوه کند.